انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و عاقبت‌های آن. 25 اکتبر سال 1917 در شهر پتروگراد، حالا شهر سنگ پتربورگ، ایکسا غلبه کرد. حکومت موقتی از تخت فراورده شد. حاکمیت باشد به دست شوراهای دپوتات‌های کارگران و سالدات‌ها گذشت. در قصر سمولنی پتروگراد انجمن دوم عمومی روسیگی شوراهای دپوتات‌های کارگران و سالدات‌ها برگزار گردید که آن جمهوری شوروی روسیه را قانونی اعلام کرد. از این وقت از دست رفتن موقع امپریالیسم آغاز گردید. جنگ یکم جهان و انقلاب اکتبر به بحران عمومی کپیتالیسم خاتمه گذاشت. یکی از خصلت‌های آن از نظام سرمایه‌داری جدا شدن روسیه شوروی گردید. نتیجه های انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در جهان تشکیل یابی اولین دولت دیکتاتوری پرولتاری بود. همین طور در تاریخ انسانیت دوره نو آغاز گردید که آن مبارزه دو سیستم سوسیالیسم و سرمایه‌داری در حیات جامعه نقش اساسی را می‌بازیدگی شد. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر به جهانیان نشان داد که این ساختی دولت حاکمیت صنف کارگر و تمام مهنتکشان بوده بهر نوع آنها خدمت می نمایند. اهمیت تاریخی انقلاب اکتبر در آن است که حاکمیت صنفی کارگران و دهقان را تشکیل داده نخستین دولت سوسیالیستی را تشکیل کرد. در زیر تاثیر این انقلاب در تمام مملکت‌های جهان انقلاب‌ها، حرکت‌های انقلابی به عمل آمدند. در روز دوم غلبه ایکسا 26 اکتبر انجمن دوم عمومی روسیگی سوویت‌ها دکرت درباره زمین را قبول کرد. دولت شوروی پرچم مبارزه را برای صلح بلند برداشته سیاست جنگی غارتگرانه دولت‌های جنگ کننده را سخت محکوم کرده آنها را به صلح بستن دعوت کرد. مخصوصاً دکرت آید به صلح که از طرف لنین نوشته شده بود بار اول در حالت همزیستی آسایشته دو سیستم جمعیتی ارضی وجود نمود. اینچنین دکرت درباره زمین 26 اکتبر قبول کرده شد که موافق آن زمین ها از دست زمینداران گرفته شده به دهقانان بی زمین و کم زمین داده شد. 15 نوامبر سال 1917 اظهارات حقوقی خلقهای روسیه قبول کرده شد که به همه خلقهای سابق امپریای روسیه حقوق و آزادی‌های برابری را داد. روسیه شوروی به دکرت آید به صلح تکیه کرده به همه دولت‌های جنگ کننده خاتمه دادن جنگ و بستن صلح را پیشکش نمود. 15 دکبر سال 1917 به امضا رسانیدن صلح آشتی را آلمان
و اتفاقچیان آن قبول نمودند. 22 دکتر سال 1917 در برست لیتوسک گفت و شنید صلح آغاز یافت که در آن نماینده روسیه شوروی با نمایندگان آلمان، استرو-ونگریا، ترکیه و بلغاریا سر میز گفت و شنید نشستند. نمایندگان روسیه شوروی چنین طلباتها را پیش گذاشتند: دولت‌ها از حدود اشغال نمودهشان برآمده روند. برقرار نمودن استقلالیت دولت‌هایی که در دوره جنگ صاحب استقلالی خود را از دست دادند. خودمختاری خلق‌های از زیر ظلم آزاد گشته. دست کشیدن تمام دولت‌ها از فعالیت اکسیل انقلابی. استرو-ونگریا تکلیف نمایندگان روسیه شوروی را دستگیری کرده تکلیف نمود که به شرط که دیگر دولت‌های جنگ کننده به این تکلیف ها راضی شوند. برای همین مهلت گفت و شنید را تا جوابی دولت‌های دیگر 10 روز موقوف گذاشتند. 9 امر سال 1918 در برست لیتوسک گفت و شنید از نو آغاز گردید. 3 مارس سال 1918 شرطنامه صلح به امضا رسید. غلبه انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر دولت‌های سرمایه‌دار را به خف گذاشت. برای آنکه تأثیر انقلاب به دیگر دولت‌ها نرسد تیار بودند که مرکز انقلاب‌ها یعنی روسیه شوروی را نابود سازند. و مقابل روسیه شوروی قوه‌های استرو-ونگری و انتانتا یکجای شدند. 15 مارس سال 1918 انتانتا اعلان کرد که صلح برست را قبول ندارد. از وضعیت روسیه شوروی استفاده برده رومانیای بسارابیا را گرفت. ماه مارس سال 1918 فرانسوزها، انگلیس‌ها و ارخانگلسک و مورمانسک دسانت فراوردند. آشوب چخ‌ها را استفاده برده در یک وقت انگلیس‌ها به ترکستان و کاوکاز هجوم نمودند. گنرالان کارنیکوف، الکسی دنیکین در دون و شمال شورش برداشتند، ولی به آنها بوغی کردن دولت جوان شوراها میسر نگردید.